عاقبت زیاد فکر کردن تو این دنیا رو میخوام بهت بگم. تیروئید، وجود بغضی توی گلو که ترکیده نشده، زکام، آشفتگی های ذهنی که داریم، درد مفاصل به خاطر نبود اون محبت و آغوش گرم، سردرد ناشی از انتقاد کردن از خودمون و دیگران، قند خون به خاطر افسوس گذشته ها رو خوردن، فشار خون، مشکلات دراز مدت حل نشده، MS به خاطر عصبانیت های طولانی مدتی که نسبت به خودمون یا دیگران داریم و در آخر سرطان ناشی از نبخشیدن خودمون یا دیگران.